این خانومو مطمئنا همتون یه بار حداقل دیدیدش. شاید اسمشو ندونید، اسمش از نورس فودی، ولی شرط میبندم که همتون میشناسیدش. اگر نمیشناسیدش واقعا آدم خوش شانسی هستی. به نظرم ویدیو رو پاس کن، برو شکرگزاری کن. خلاصش که قبلا وقتی اسم غذا میومد دهنم آب میافتاد و واقعا حال میکردم. غذا چیزیه که برای بقا نیازه، هممون بهش نیاز داریم و مسلما دوستش داریم. ولی الان که اسم غذا میادش ناخودآگاه یاد فود بلاگرها میافتم و فود بلاگرها حال منو بد میکنن. میدونی زندگی من حداقل به دو بخش تقسیم میشه. قبل دیدن فود بلاگرها که این شکلی بود و بعد دیدن فود بلاگرها که این شکلی شد. حالا به این کارا کاری ندارم. امروز قرار بریم به فود بلاگرها دوباره ریاکشن بدیم. یه چیزی که نمیدونم اینه که چرا فود بلاگرها این همه حمایت میشه ازش ولی من هر 7-8 ماه یه بار میسازم. بعد به خاطر اینه که دوز سمبودنش یه ذره زیادی بالاه و نباید زیاد به بدن وارد بشه. در کل برای سلامتی هم خوب نیست زیاد فود بلاگرها رو دنبال کنیم دیگه. پس ترجیح میدم یه ذره فاصله‌های طولانی بینشون بذارم. هرچی هست امروز با خانم نورس فودی و رفیقاشون سر کار داریم. خلاصش این بود که اینستاگرام یه زمانی جای خوبی بود، پر از پستای خوب بود. البته یادم نمیاد که اینجوری بودش ولی ما فرض میگیریم که اینستا جای خوبی بود. یه روز که همینجوری داشتم اکسپلور رو بالا پایین می‌کردم تو دیدم یک عکس با دهن باز و یک پیتزای بزرگ در دست یه خانم است. کنجکاو شدم. بین اون همه پست زیبا مثلا یه پست عجیب غریب بودش و وقتی روش کلیک کردم زندگی خراب شد. خلاصش که این داستان فود بلاگرها بود و از اون روز به بعد بلاگرها همینجوری شناخته‌تر شدن و هر کس می‌خواست پولدار بشه فود بلاگر میشد. همون جوری که تو گذشته هر کس می‌خواست پولدار بشه املاک می‌زد. من ذهن تو میخونم. از بین عددهای این بالا فکر کنم ویدیو رو اشتباهی اومدیم. قرار بود نورس فودی غذا بخوره و ما نگاه کنیم ولی الان میخواد ذهنمون رو بخونه. نمیفهمم. من ذهن تو میخونم. از بین عددهای این بالا یکیشو حفظ کن. فقط سعی کن عددی باشه که فکر نکنی من دارم به تحمیلش میکنم. آقا من 8 رو انتخاب کردم. حفظش کردی؟ خیلی عالیه. حالا تو این لیست که این پایین برات میاد برو روی عدد تو غذایی که روبروش نوشته رو خوب حفظش کن. غذایی که روبروی 8 نوشته پاستاه. برای اینکه انتخابت ثبت بشه دوبار بزن رو صفحه. برای اینکه انتخابت ثبت بشه دوبار بزن رو صفحه. یعنی دیگه خیلی فیلم سینمایی تو جدی گرفتی. اسم اون غذا رو تو ذهنت تکرار کن. پاستا. اوکی تو به پاستا فکر کردی؟ شاید پشمات ریخته باشه ولی بیا با هم دیگه تکنیکی تر ببینیم. اینه تو میخونم. روی صفحه اعداد مختلف میاد. یعنی باور نمی‌کردم یه روز فود بلاگرای مثل نورس فودی رو اینقدر دقیق بخوام نگاه کنم و براتون مثل آهنگای بهرام رمزگشاییشون کنم. ولی دیگه به هر حال دنیا همینه. روی صفحه اعداد مختلف میاد. مثل 20 مثل 29 مثل 12. یه دقیقه صحبت نکن نورس فودی کارت دارم. مثل 26 مثل 8 که من انتخاب کردم. و مهم اینا نیست. مهم اینه که تمام این اعدادو اگه شما حفظ کنید، مهم نیست کدوم عدد رو حفظ کنید، 8 باشه 26 باشه 29 باشه 46 باشه مهم نیست اصلا اینا. مهم اینه که وقتی اون جدولی که این پایین میاد یا دیگه از بالا با هم میخونید. شماره 3 چیه؟ پاستا. شماره 8 چیه؟ پاستا. شماره 14 چیه؟ پاستا. البته کیفیتش خیلی بده. در کل تمام اعدادی که رو صفحه می اومد به پاستا ختم میشدش. و نورس فودی قدرت ماورایی نداره. همونجوری که کانتنت من یعنی ریاکشن رفتن و تحلیل کردن عجیب غریبه، باید قبول کنیم فود بلاگری عجیب غریب تره. یعنی میدونی من پشت پی سی میشینم و چند تا ویدیوی خنده‌دار میگیرم و اینا رو با هم دیگه نگاه میکنیم. ولی فود بلاگرها چیکار میکنن؟ غذایی که سر سفره میخورن با 4 تا پیاز و 2 لیوان دوغ میارن یه ذره لاکچری ترش میکنن، جلوی دوربین میخورن و اینجا شما دیگه نمیخورید، فقط دلتون میخواد. کاری ندارم. حتی بین دزدام آدمای خوب پیدا میشه. نمونهش یادم نمیره هیچ وقت 7 سالم بود دوچرخه‌مو دزدیدن. دزده رو پیدا کردم، یعنی جزو همسایه‌هامون بود. هم گفت میتونی دور آخرتو با دوچرخت بزن. زورم نمیرسید دیگه میکشتمش. در هر حال میخوام بگم که فود بلاگرام اینجوری نگاهشون نکنید. بعضیاشون خوبن. یه پیغام مهم دارم برات. میدونستی اگه استیکر پنهان این پستو پیدا کنی میذاری پوشید بالای 180 تست‌های IQ انیشتین، معماهای بزرگ جهان، همه اینا دارن چرت و پرت میگن. اگه استیکر مخفی تو پست نورس فودیو پیدا کنی IQ بالای 180. آخرش میشه 100 پنه واسه کسی میشه که بگه چند تا همبرگر تو این پسته. ببینم کی میتونه بگه. من تنها چیزی که نگرانشم شلوار نورس فودیه. یعنی اصلا 100 گیگنت و اینا رو من کامل نشیدم. فقط وقتی داشتی اون پنیر رو میریختی منتظر بودم که اون پنیرات بالاخره کجا میخواد بریزه. یه بار دیگه با هم ببینیم. به حرفاش دقت نکن، به پنیره دقت کن. نگاه کن. کسی میشه که بگه چند تا همبرگر تو این پسته.
قشنگ ریخ روی شلوارش. یه چیزی که رو مخمه اینه که ملت عزیز دارن باهاش همکاری میکنن. هر کی میگه 2 تا لایک کنه، هر کی میگه 3 تا لایک کنه. شوخی میکنید دیگه. یاد این پستا افتادم که میگن بفرست برای نفر سوم لیست شیرت که قراره باش ازدواج کنی. رکورد جهانی پیتزا. یک چیزی که در مورد نورس فودی دوست دارم اینه که نام ایران و پرچم ایران رو بالا برده. یعنی داخل پیجش نگاه کنید شاید 500 تا پست داشته باشه و 560 تاش کلمه رکورد رو نوشته. یا حضرت سوسیس. شما هم دقت میکنید از یکی داره تقلید میکنه؟ سوال من این نیست که با اون ناخونا چجوری خودتو میشوری. بیشتر سوال من اینه که اینا سلاح سرد به حساب نمیاد. حالا به کسایی که ناخون بلند دارن بر نخوره. من خودم هم ناخونام بلنده. البته اینجا دید نداره. حس میکنم صبرم کمه. چرا نمیتونم یه پیتزا درست کردن رو تا تاش ببینم؟ بهی تحمل کن. آقا بی خیال، بریم پست بعدی. شاید به خودت فکر کرده باشی چقدر میخوای از این نورس فودی کانتنت بکشی بیرون. این قسمت ویدیو برای شماست. نورس فودی میره کنار. سم نورس فودی خونم پر شده. یه ذره بریم دوستای نورس فودی رو با هم دیگه نگاه کنیم. یکی پیدا کردم به نام مهدی فود تستر. یعنی فود و تست و بلاگر و اینا داخل اسم اینا نباشه مریض میشن، مثلا تپ میکنن. ولی بریم ببینیم. استعداد مهدی فود تستر اینه که میتونه همه چیزو داخل 1 ثانیه غیب کنه. شاید بپرسی همه چیزو، باید بهت بگم که آره همه چیزو. یعنی اصطلاح دنبالت نکردن از اینجا اومده. و چیزی که در مورد مهدی فود تستر دوست دارم همین گفتنشه. فرض کن رستوران زدی، در کمال آرامش، احترام، خیلی مشتریای با کلاسی داری، همه لاکچری. بعد یهو یه دونه مهدی فود تستر پیداش میشه میاد داخل رستورانت. خدای نگاه کن، رستورانو به گند کشیده. دوست دارم با مهدی فود تستر بیشتر آشنا بشیم. دوست دارم بیشتر بیارمش داخل ویدیو. میدونی درسته که فود بلاگره، ولی یه احساس صمیمیتی باهاش میکنم. یه احساسی که میگم این جا داره که بیشتر بیاد داخل ویدیو. میدونی این همون سوسیس ربیه که بهتون گفتم. پیاز هیچی نداره توش، نمک و رب. بریم برای بسم الله الرحمن الرحیم. که سعید احمد به نورس فودی حداقل پیتزا می آورد میخورد، هزینه میکرد. چه صداییه آخه، لعنتی. یعنی این صدا داخل لاله گوشم میپیچه میره داخل مغزم، از این گوشم در میاد. حس میکنم شستشو میره، یادم سمی میکنه. نمیدونم. امیدوارم از ویدیوی فود بلاگرها لذت برده باشید. یعنی احتمالش صفره که از ویدیوی فود بلاگرها لذت برده باشید، ولی به هر حال یادتون نره تا ویدیوهای بعدی عشق داداشید بذار یه بوست کنم دیگه. والله سانسور کنیم بوسا رو. تا ویدیو بعدی یادت نره که عشق داداشی، لایکو بزن، کامنت، سابسکرایب اینا. ایده ای چیزی هم داشتی بهم بگو. تا ویدیو بعدی هم فعلا.